یعنی از تابلوهاش. بعد از این نهان کوزجیو. بله میفهمم، محفل 5مین سال عروسیتان است. بفرمایید خانم محترم. ایره بگی پیشت امانت باشه. با اجازه تان. جای نرین، کار ما با شما نو آغاز شده آقا کمال. خدایا این خواب نباشه. جای نمیرم. عشقم پیش ما باشه، اگر این احمق پیش همگی از بین میبرم. خب اوزان چی وقت ما رو متعجب میسازه؟ ای که دیدن همیشه حتما آمادگی میگیره. چطور؟ اوزان همگی رو متعجب میسازه. همگی ما لذت خود بردیم. او بچه گونج ساده است، با اوزان یک جا ما رو متعجب نسازه. بسیار جذاب است. متوجه باش احمق. معذرت میخوایم. گپ نزن. زندگیم خوب هستی؟ خوب شد که سر لباستان چپه نشد. ما تشناب میرم، زود پس میایم. میرم ببینم مادرم چی میگه. درست است. او آدم اینجا چی میکنه؟ نمیفهمم، مام حیران موندیم. چرا آمده که او رو دعوت کرده؟ امیر. چی؟ لیک خبر شده. به نظرتان امیر دیوانه خودخواه او را به خاطر کدام دلیل اینجا خواسته ها؟ او را از اینجا بیرون کن. چی قسم؟ چطور بیرونش کنم؟ نمیفهمم. یک راه حل پیدا کن. امکان نداره. او شریک امیر است. چی؟ بله. آی خاک به سرم شد. یعنی هیچ کار از دست ما ساخته نیست مادر. حتی شما هم کار کردن نمیتونم. نه خیر، اصلا باور کردن نمیتونم. فکر میکنین ما باور کردن میتونم؟ طرف ما بیرون میشیم، نباید گریه کنی. اجازه نده که امشب مشکل جور شوه، فهمیدی؟ بره. داره چی شده؟ کمه میدیم درد میکنه. بیا جانم که یک بچه جذابه برات معرفی کنم، درد میدید خوب میشه. واقعا بسیار جذاب است. یک بار با دقت ببین. عشق میخوایم از کنم این محفل ماست. مرا تنها نمان. راستش مفکورات زیاد خوشم آمد مرد جوان. به خاطر زنده ماندن قوی بودن شرط است. اگر نه یکی پیدا میشه تا سر رایت مانع ایجاد کنه. اما تو نیساق امیر؟ به خاطر که امروز سالگرد ازدواجم از بسیار خوش چانس هستین. اگر نه به این سادگی از دستم نجات پیدا نمیکردین. و شب تا صبح امرای شما درباره کار گپ میزدم. ما حاضر هستم. آخر هفته ما بیاین مهمان ما باشه. متاسف هستم، من چرا خبر ندارم؟ مام نو خبر شدم. آقا کمال آخر هفته با زنگلداغ میرن. یعنی شاید با مهمانی آمده نتانن. نه خیر، آمده میتونم. بیاز مام در اینجا کار دارم. پس در این صورت آخر هفته میبینیم. راستش ما آخر هفته بهانه قبول نمیشه. فرار نکنین، درباره کار گپ میزنیم. با کمال میل. آخر هفته شاید مصروف باشم، با شما بوده نتونم. من امر شماستم. ما پس آمدیم. دیگه از این شهر نمیرم.
جدی میگن؟ فکر میکنم این شهر به ما ضرورت داره. یعنی همین قسم حس میکنم. ما مربوطی شهر هستم. واقعا پشتی شهر دق شده بودم. هیچ جایی مثل زادگاه انسان نمیشه، حتی زنگلداک. شما در مدن کار میکردین؟ بله. ولدان جان معرفی میکنم، آقا کمال، خانمم ولدان. بسیار خوش شدم خانم محترم. اولادا، مهمانای زیادی هستن که به شما تبریکی بدن. پیش اونا برن، درست است؟ درست است. نهان جانی امو کمال نیست. با امید دیدار. خانما و آقایان، با پنجمین محفل سالگرد عروسی نهان و امیر همتان خوش آمدین. یک توفی کوچک از طرف ما. همگی منتظر رقص دو جوره مقبول هستند. به افتخارشان. بفرمایش کرد. چی شده زندگیم؟ تو خوب هستی؟ چیزی نیست، خوب هستم. خوب معلوم نمیشین. فقط کم هیجانی هستم، مهم نیست. هر صبح و شام از خود میپرسم تو چی کار نیک کردیم که لایقی خانم عالی و به جوره شدیم.
آمد. کاکا جان، جان کاکا چی میکنی؟ آشپزی میکنم. یعنی کدام. یعنی مهمان داری؟ نه خیر، یعنی میایه. کمال دوباره پس میایه. مام خواستم برش آشپزی کنم. کلید خانهش پیشم است. مام خواستم برش خوب آشپزی کنم. خب فکر کردی دختر مقبوله، اما از کمال خبر نداری دختره؟ از چی کاکا؟ کمال پس نمیایه، در استانبول می باشه. با تو نگفتم؟ یعنی چطور؟ کمال تصمیم گرفته در استانبول باشه. البته به خاطر کار خوب است، اما پشتش دک میشم دخترم. برای همیش کاکا جان؟ البته دخترم. فهمیدم. اگر کمال قسم تصمیم گرفته پس خوب است. درست است کاکا جان. پس من اینجا را جمع کرده و دوباره به خانه خود میرم. پس هم به کمال زنگ میزنم. خدا حافظ. درست است، خود خسته نساز. امشب بسیار مقبول شده بودی. تو زود اینجا آمدی، باز ما خواستم پیشت بیایم. نمایش خلاص شد، از صحنه بیرون شدم. ما از صحنه لذت میبرم. شاهزاده معدن چی شد بگو؟ شما داخل بودن که او بیرون شد، دیگه ندیدمش. در ضمن شب بسیار عالی بود. آقا تبریک میگم براتون. میایم بانو. موترتون بیارم خانم محترم؟ نه خیر به ما یک تاکسی بخواین لطفا. بچشم خانم، به خانم نهان یک تاکسی روان کنین. انسان احمق. با آن دیگه در قصهش نشو بیادر. انسانای ساختگی دی دنیا ساختگیست، هرچی میخوای انجام بده. دازم تو خوشبخت نشدی؟ شدی؟ بیبی ده کجا رسیدی؟ کم سر خود افتخار کو، ای قسم نکو. در قصه او نباش بیادر. اینجا می باشی یا میری؟ می باشم. اقدر سال فرار کردم چی شد؟ بعد از این با قانون اونا بازی میکنم. بازی ختم نشده. با ما اجازه بده. کجا میره بیادر؟ فکر کردم شب سحر میکنی. امشب ارزش سحر کردن نداره. پس فهمیدی ارزشت نداره ها؟ شورده جیبت بان دیگه. بان تو مرا به جای بهتر از اینجا ببر. نه بخیر بریم شیر بچه. شب بخیر کوکاره.
قایق ماست. از مکد بزرگ است. ما و صالح به این زندگی دوباره بخشیده. اما زیاد فرسوده معلوم نمیشه. پس یک قسم است. زنده باشی اگر نه خفه میشد. سلام آقا قایق، من نیهان هستم. از اینکه با شما معرفی شدم خوش هستم. در تمام زندگی همراه می باشی. همراه من ازدواج می کنی. سلام مقبولم. از تو دور بودم اما تو را هیچ وقت فراموش نکنم. خواستم از این شهر فرار کنم. خاطرات ما همراهیم بود. من، تو و آمدن نتونستم. شاید نخواستم تو را به یاد بیارم، اما میتونم بدون گذشته خود اینجا زندگی کنم؟ نه خیر. اگه اینجا بیایی یا نبیایی بدون فکر کردن نمیتونی. خانم نهان، اینجا چی میکنین؟ در قسم یک شب خاص باید پیش شوهرتان باشی. از من چی میخوایی کمال؟ تو اینجا آمدی. چرا پس آمدی؟ به خاطر کار. واقعا به گپایت باور داری کمال؟ اینجا به خاطر شنیدن جوابای من اومدی. با پناه خواستن آمدیم. فکر کردم شاید دردایم کمی آرام شود. از من نفرت داری؟ نه خیر. پس چرا امشب در مقابل من آمدی؟ تو چرا قبول کردی که خانه ما بیایی؟ به خاطر که شریک شوهرت هستم. با شوهر خانمه که عاشقش هستی؟ تو
عشق من نیستی. دیگه هیچ چیز من نمیشی. وقت ای قسمت. اگه واقعا مرا از زندگیت حذف کردی پس از اینجا برو. اگه میخوایی ما باور کنم از زندگیم بیرون شو. تو در گذشته ماندی. کسی که زندگی خود به یک نگاهت فدا کرد دیگه نیست. کمال دیگه مرد. وقت غرور ما شکستانده با انگشتر مرا تنها ماندی و موضوع ختم شد. میخوایی به ما جزا بدی. کاش فایدام داشته باشه. کاش میتونستم که اصل موضوع را برات بگویم اما فایده ای نداره. هرچی میکنی بکن اما درد قلبت کم نمیشه. تو اشتباه میکنی. تو اشتباه میکنی. این بار مرا فریب دادن نمیتونی. برو. هر کس باید به خانه خود بره. با ما یک قسم رفتار کردن نمیتونی. به شوهرت شکایت کن. برو ازش بپرس که پول خرید مرا دارین یا نه. فکر میکنی فقط تو درد میکشی همه تو نیست؟ متاسف هستم. نهان؟ چی شده؟ قرار بود به هتل باشی؟ زیاد خوابم گرفته بود بیادر جان. آمدم که بخوابم. خب امیر؟ آزان بسیار خسته هستم. زیاد خوابم گرفته. تو چرا خواب نکردی؟ برو بخواب. چی شده؟ تو خوب هستی نهان؟ لطفا طرف ما ببین. تو به خاطر او بچه می رقم شدی نه؟ او کمال میگم. تو میخوای چی بگویی؟ میفهمم. امشب او آدم که آمده بود کمال بود. راست میگم نه؟ اما تا امروز با کمال معرفی نشده بودم. با عشق خواهر خود. شب بخیر. شب بخیر. بچیم تو آمدی؟ نه خیر نامدم مادر. هنوز دراست. ببینین سر بچه من خنده نکنین. چرا شوخی میکنین ها؟ بیا روز چطور گذشت بچه؟ خوب خوش آمدی بچه مقبوله. خوش باشین.
خوب سپری شدم، من بویش حس کردم. مادر جان جانم من خوب هستم، شما چطور هستین؟ ها؟ فیلم سعی میکنیم بچه. تو هم بیشی سیل کن، اما به سفر میری سر دیر نشه بچه. نه خیر دیر نمیشه. کدام فیلم است؟ صاحب موتر پیش دروازه کی است گفتم؟ شرف خانواده. بسیار خوب است. از ماست زیاد خوشت آمده، میخوای او را بخری؟ آی از این بچه هیچ خوشم نمیایه بچه، هیچ خوشم نمیایه. بسیار دخترها را اذیت میکنه، احمق. خودم ملکه دنیا فکر میکنه. اگه داخل دنیا بری پیدایت میکنم، پس کنین دستایتونه. چراغ خاموش کنیم بچه. خاموش کنین پدر. من خاموش میکنم. چراغ خاموش کن طارق. مادر من دیگه با زنگلداق نمیرم. تصمیم گرفتیم همینجا کار کنم. آی باورم نمیشه. آی شیر بچه خوش از بچه. شیر مادر خود. بسیار خوش از بچه. بسیار خوش شد. شیر بچه. بسیار خبر خوش از رفیق. دیگه نمیرم. آلیس. سوال کن. باز چی سوال میکنی؟ بله خانه را کاملا بسته میکنی، اما تو باشه میخواستم پاکاریش کنم کمال. نمیفهمم. یعنی هنوز فکر نکردیم، اما باشه. پس احتمالا پس آمدنت وجود داره اما تو نیست. نه خیر پس نمیایم، اینجا میباشم. اما ای که خواست زندگی چی است نمیفهمم. میشه که برای موازه جواب بدی؟ یعنی میایی یا نمیایی؟ نمیخوایم پس بیاییم آسو. یعنی هیچ دقیقه ما نیستی که ما چطور میشیم؟ چیز نمیشه، راحت باشین. دازم به تشویش من نباش، من خوب هستم. خب درست است. پس شب بخیر. شب بخیر. آی تو چرا تا هنوز کلان نشدی تنبل؟ حتما نخواست از تو جدا شود. کمال از دیدنت بسیار متعجب شدم. نه خیر هیچ متعجب نشدی. رفتن نتونستی؟ نه رفتن نتونستم، نرفتم. منتظر هستی دلیلش رو بپرسم اما نمیپرسم. ای که بهانه چیزی پرسیده میتونم؟ بهانه ندارم. با امیر کارم خلاص نشده. تو جیگرخون هستی؟ نه خیر. جواب میتم. تو سوال کردی ما هم جواب دادم. باید اینجا باشم. نمیتونم پیروزیش ببینم. ای بار به خواست خود رسیده نمیتونه. هر چیز قسمه که لازم است میشه. واضح بگو میخوای انتقام بگیری جانم. گفتی همه چیز خلاص شده، فراموش کردی؟
تا دیروز بالای خود اعتماد داشتی، اما امروز چی شده کمال؟ من جلسه دارم، شام پیشت میایم. صبر هم رعایت میکنم. یک دقیقه تو دیشب به اون محفل رفتی و هر دوی شده شب خاص یک جای با هم دیدی. حتما در مقابل نهان این قسم مغرور و قوی ظاهر شدی جانم. چی کردی؟ دستت دراز کردی، گفتی سلام خانم نهان، من کمال هستم، همین قسم گفتی چطور؟ اشتباهت زدم جانم. بعد از او به چشمایش سیل کردی و فهمیدی که هیچ چیز تغییر نکرده. نه خیر، فهمیدم همه چیز تغییر کرده. به یاد آوردم سالها را من چه قسم تیر کردم و چقدر درد کشیده، اما دیگه فرار نمی کنم چون دلیل به فرار ندارم. باید اونا فرار کنن. یعنی قبول میکنی؟ میخوای از اونا انتقام بگیری؟ این کار نکو کمال، بیشتر به تو ضرر میرسه. نکو لیلا، به اندازه کافی تا امروز ضرر کردیم، بس است دیگه. اما تو باید با نهان روبرو شوی، هر قسم حسی که دارین با هم گپ بزنین، گپایتانه به یکی دیگیتان بگوین. این قسم خود نمیشه، هر دویتان این قسم درد میکشین. کمال گپ زدم. چی وقت؟ دیشب. خب برش گفتی که تو فراموشش کردن نتونستی؟ برش گفتی بالای تو فشار میه، اما با مام ساده نیست همه قسم. بله گپ زدین، اما با یکی دیگه تان دروغ گفتین. میفهمم. حقیقتا میفهمم. اگه صادقانه با هم گپ نزنین دوگام درد میکشین. کمال اگه از انتقام منصرف نشی او دختر تبا میشه. این کار نکو. حالا باید منتظر باشم تا شما بزرگ شوین. خب قصه کن. چی شده؟ وضعیت چطور است؟ وضعیت فرق نکرده یاسمین. هر چیزی را که من میفهمم تو هم میفهمی. او در تجارت با امیر شریک شده، شبان به محفل آمده بود، تمامش همین. تصادفه ببین. چی حس داشتی؟ ترسیده بودی؟ گپ زدن به تو چیزی گفت؟ با من مثل یک بیگانه رویه کرد. یعنی ما میخواستم امیره برات بگویم دختر خوب، اما تو خودت نخواستی درک کنی. بسیار جالب، از یک روز خاص با ما مقابل شدی. هر کسی چانسه به دست نمیاره نهان جان. داخل رفته مهمان تو است. بله، اما مهمان من نیست. یعنی چی؟ یعنی به خانه نمی باشم. تو فرار میکنی؟ نه خیر، مجبور نیستم که او وضعیت تحمل کنم جانم.
پس حقیقت داشته. امیر چرا چیغ میزنی؟ تو برو. دوایت خوردی مثل برگ میلرزی و ما مشکل خلق نکنی. پس رابطه تو با این خانم ها حقیقت داره ها؟ آمادی که حساب بپرسی؟ البته که میپرسم. این موضوع مربوط خواهر من میشه. حق نداری که خواهر من جگر خون بسازی. از همه چیز خبر داره و اعتراضم نمیکنه. خدا جزایت به تعمیر. چی میکنی اوزان؟ مرا لطکوب میکنی ها؟ با خود بیا. نهان خوش نیست. همیشه تمثیل کده. تو خواهر من فریب میتی. خدا لعنتت کنه. تو چی رقم یک آدم هستی؟ تو خواهر من مجبور ساختی که همراه تروسی کنی. یک بازی. برو بازی را خراب کو. برو با پلیس اعتراف کو که قاتل هستی. خواهرت آزاد کو تا خوشبخت شوی. با جای او تو در زندان درد بکش اوزان. اگه تو را دی تشناب بسته کنم ده 2 روز از بین بری. بازی را خراب کن. در سلول انفرادی برو. 2 روز بعد دیوانه شده خود از بین ببر احمق قلوده. اول خود از بین ببر، بعد از اون نهان از بین ببر. او به خاطر تو یه مرا تحمل داره و ما به خاطر او، به خاطر عشق خود. برو بازی را خراب کن. کمی جسور شو. این کار کن. بازی را ختم کن. اگه میتونی بکن. کل ما را تباه بساز که این بازی ختم شوه. لباسای چرک در ماشین انداختی دخترم؟ بله. اوه چی شده؟ هیچ. دختر یک روز موبایلت گرفته در زمین برات خاد زدم فهمیدی؟ یک روز بدون ای که من برات بگویم کار خانه را نکدی. بخیز دیگه اتاقا را جمع کن. زود باش. خب درست است مادر. تو میفهمی بچین به همیشه اینجا آمده. من نمیخوایم از ما خفه شده دوباره بره. بچه یک دانیم شیر مادر خود. او خدای من چی شده؟ دخترم او را فراموش نکده. او را از قلبش بیرون کده نتونسته. این را از کجا پیدا کردین؟ در جیبه خنقاقش بود. نه خیر مهم نیست مادر، جدی نگی. شاید از جای پیدا کرده باشه در جیب خود مانده. حتما بیرون مندازیش. طرف ما بیبی اگه به پدر تو طارق بیادرت چیزی بگویی بازی زبان تا برات قطع میکنم فهمیدی؟ نمیگم مادر. چی شده دختر؟ بیادر تو امروز روزنامه رو خواندی؟ هنوز نخواندم زینب. اونا رو پنهان کو، عجله کو. اگه پدرم ببینه. چرا؟ نباید پدرم ببینه. عکس بیادرم در روزنامه چاپ شده. بیادر اگه پدرم ببینه قسم میخورم که قلبش میشکنه. نباید تو ببینه، پنهانش کو. طارق درست از خواهر قد کن. ما حلش میکنم، تشویش نکن. زینب بود؟ ها چی میگفت؟ هیچ، یک چیز را خواست، میخواست برش بخرم. زینب از دیگه. با چی میچی حال است؟ 4 طرف هم موی گرفته. هیچ وقت کارا یاد نمیگیری. جارو کهنه شده پدر، میرم که بخرم.
بین اینا فقط من ضرر میکنم. بگو زینب، نهان خواهر خوب هستی؟ نهان خواهر میفهمم که سرمست زبانی هستی، اما از این خاطر زنگ زدم که یک موضوع مهمه برات بگویم. خب بگو برام. تو اما وعده داده بودی که به خاطر وظیفه مرا کمک میکنی، اما تو نیست. بله، اما او قبل از عصبانی شدنم بود، اما تو نیست. باز مام کمکت میکنم. یعنی رابطه ما تغییر نکرده. نهان خواهر گوش کو، رابطه ما و تو فرق میکنه. یعنی پیوند ما متفاوت است، میفهمی دیگه. سال از با وجود مخالفت خانوادیم همیشه ما امرویت بودیم و کمکت کردیم. باید خوبیای مرا فراموش نکنی. البته بالاخره وعده دادیم به تو کمک میکنم زینب. آلیس عکس‌ها آماده هستن؟ اگه آماده هستن به کارگاه بیار، باز من میگیرمشون. درست است؟ درست است، درست است. در زودترین فرصت برات میارم. بسیار تشکر، زنده باشی. چانس خوب آقا. چیزی به نام چانس وجود نداره مسعود. اگه باشم ضرورت نداره. تو میفهمی لیلا؟ او دختره هنوزم فراموش نکده. توبه، فراموش کردن قدر آسان است. توی رسل کن، باید فراموشش کنه. چطور فریبکار فراموش کردن نمیتونه؟ فرض که فراموش نکده چی کده میتونی؟ قسم میخورم این دنیا را با او دختر جهنم میسازم. با دستای خود از یخنش میگیرم. از یخن دختر بیچاره چی گناه داره؟ برو بچه تا بفهمان. میگی اگه فراموش نکنم میری دختر از یخنش میگیرم ها؟ خانم لیلا جان، بعد از پیدا کردن او انگشتر گپ زدن خود نمیفهمم که چی میگم. اگرچه بسیار جالب است انگشتر، حتی این کارم دلیل داره. شاید بعد از سال وقت استانبول آمد دختر به یادش آمده، فراموشش نکده. تشویش نکن جانم، قرار نیست از شوهرش جدا ساخته همراهش ازدواج کنه. آی خدا نکنه جانم، من نمیخوای میگه پاره بشنم. فرض کن طلاق میگیره، باز چی میکنی؟ حتی فکر کردنشون وضعیت من خراب میکنه. مثلا میگم جانم مهم نیست بچه تو همیشه راه درست انتخاب میکنه. اگه این کارم شب بازم راه حل برش پیدا میکنه. مثبت فکر چی میشه این قسم نگو لطفاً خواهر. فکر کن دوباره ملاقات کردن، گپ زدن، دیدن، ازدواج کردن. آی تو صاحب نواسه شدی، چی میشه؟ باز بدبخت میشی؟ یک بار بچه تا جگر خون ساخت، نمیشه که این بار جگر خون بسازم. طرف ما بی خانم لیلا، بچه حتما به تو چیزی گفته تو نمیخوایی برم بگویی ها؟ نه خیر، راستش من میگم، یعنی تمام گپای دل من گفتم جانم. ای بیخی دل من سیاه کردی، یا درست فهمیده نتونستم. چطور چیزایی برام گفتی که بیخی مرا ترساندی. تو چی گفته میری لیلا جان؟ ها بله، مام همیره میگم جانم، اما نباید بترسی. ها؟ همین قسم برم بگو جانم. 1000 گپ منفی رو به من گفتی، باز میگی که باید نترسم ها؟ جانم تشویش نکو، سر کمال باور کن. باور میکنم، من بالای بچه خود باور دارم. میگم خدا کنه فکرش تغییر کنه. اگر عاقبت ما هیچ خوب نخواهد شد، هیچ. ما در این کار زیاد ضرر خواهد کردیم، اما سود در از مدت است. همچنان
بدون تخریب کردن اطراف ما، بدون عزیز دادن اعتماد ما. تلاش های بیجا، ثروتمند ساختن معدن، وسایل فیلتر کننده، زمان پیشنهادی بسیار طولانی است و 2 نفر از مردم قریه را به خاطر این کار استخدام میکنیم. یعنی که میخری ها؟ ای قسم نگوییم اما نه خیر بگوییم، همه قسم بگوییم. فرض کنیم خریدیم. اونا زورمندای قریه هستند. بعد از او استخدام معاشات بلند میشه، ساختن مکتب، هیچ یکی از اینا ضرورت نمیشه، همه چیز ختم میشه. موضوع مهم فراموش کردیم. شما انسان ها را مثل فاکتور میبینید، اما ما فقط انسان میبینیم. روش های زیاد بدون ضرر رساندن به کسی وجود داره. شما ای را بهتر میفهمید. اگر با ما هم نظر نیستین، شریک شدن بی‌معنی است دیگه. از همه چیز که در اخلاق مهم است آقا کمال. با اجازه تان. آقایان لطفاً. بله لطفاً. هر دوی شما زود عصبانی میشین. غرور جوانی است، اما لطفاً کم گپ ما گوش کنین. لطفاً. امیر، قرارداد ژاپن بررسی کرده باید بعد تطبیق روان کنیم. آقا کمال، شما راه‌های پرمنفعت در این رابطه مطالعه کنین. متوجه باشین که ضرر نکنین لطفاً. بعد از او دوباره فکر کنین. با عصبانیت تصمیم گرفته نمیشه. با این کار با پای خود چشم نزنین. نیهان؟ آیدان از دیشب برات زنگ زدم میرم، چرا جواب نمیدادی؟ چون چیز به گپ زدن وجود نداره. قرار بود دیشب در هتل باشن، خانه رفتی؟ بله. طرف ما بیبی متاسف هستم. یک بار دیدن کمال همه چیز تغییر داد. همه تو نیست؟ امیر چشم تفتید؟ مادر، امیر چی وقت به چشمایم بود ها؟ امیر شوهر تو از نیهان، ایره هرگز فراموش نکن. اگه به فکر این نیستی، به فکر اوزان خوب باش. ده 5 سال همی کار نکردیم مادر. شما هم در این کار بزرگترین شریکم هستین. سال هاست که پدرم و اوزانه به کمک شما فریب میتم. میفهمی اگه امیر از این موضوع خبر شد چی میشه؟ فکر میکنی اجازه میده که تو پیش کمال بری؟ فرض که به تو اجازه داد، با اوزان اجازه میده؟ ما پیش حس نمیرم مادر. فکر میکنین اگه من طرف کمال دست دراز کنم بازو هم دست مخواد گرفت؟ نباید این گپ دراز کنی. اگه با آتش دست دراز کنی همه جایاتش میگیره. با خود بیا، او آدمه 4 طرف دور کو. فهمیدی؟ مادر، ما به کمال مهم نیستم، تشویش نکنین. یعنی به بازی ادامه میدم، هیچ مشکلی نیست. بگو پولت به دست میاری، عجله نکن. چی وقت نپرداختیم؟ سال هاست از تو حمایت میکنم احمق. اگه میخوای حمایت نکن آقا امیر، هرچی انجام میدی به نفع خودت انجام میدی، نه به خاطر من. منتظر هستم. او آدم مهم نیست، فقط یک پیاده است، اما تو برای زیاد قدر میتی.
باید بیار. تو به خانه خود دعوت کردی. راست گفتی. حق به جانب هستیم. جوان پرتلاشی است. پشت کار زیاد است. شما در باره چی فکر میکنین آقا اندر؟ فعلا قسم گفته نمیتونیم. با ضرر بزرگ کوشش کرد که قرارداد از دست نده. با هیچ سرمایه شریک تو شد. البته به خاطر اولین شکست کاری حقت است که عصبانی باشی. اشتباه. قابلیت دید شما ضعیف شده. کمال توی در اینجاست. اگر او را اداره نکنم او مرا اداره میکنه. قصدن او را خواستم. از دشمن فرار نمیکنی، نزدیک او میباشی. ای که او کمال از کجا آمده و کی است همیشه به یاد میاره. سایه ما بالای سر خود حس میکنه. فقط با دوستی میتونی شکست بدی. با دستای خود راحت نمیمونمش. اوه مادر مثل سفره اید شده به خدا. البته که اید است. برای من خو اید است. مادر تمام غذا را به خاطر تو آماده کرده. از بودن تجلیل میکنیم بچه. بچه به خانه خود برگشته. بچه یک دانه. به جای زحمت کشیدی مادر. غذای خانه دیگه به کمال مزه نمیته همتون نیست؟ ای قسم نگو بچه، می قسم نگو. کمال بچه همیشه دست پخت مادر خود خوش داشته. همتون نیست کمال؟ البته که خوش دارم. دستایتان برکت مادر. پس دق شدی از او خاطر؟ البته که دق شدیم. خوب است دیگه. همیشه در مهمانی ها غذا میخوری. باید که دق شوی پشت غذای مادرم. به هر صورت جانم هرچی میخوری نوش جانت. دیگه پشت چی دق شوی کمال جان؟ طارق مثلا پشت گذاشته دق شدی. کوچره دوستای تا عشق سابقه تا باهوش بیا. به جای گپ نمیزنم پدر. ببین ثبوت و عکساش اینجاست. ببین تباه شدیم. پدر ببینم که چی است. از چیزی که میترسیدم همون شد. بچه محترم شما افتخار خانوادهتون چهره اصلیش ببینه. در جایت بشین. کمال ای چی است؟ پدر قسمه که فکر میکنین نیست. این عکس به خاطر کار بود. تجلیل پنجمین سالگرد ازدواج نهان کوزیوغلو. ای چه قسم یک کار راست میگه. پدر شما خوب هستی؟ پدر تو چی کدی؟ منم میگی چی کدی؟ به خاطر عشق ناکام تو کم از پدرم بمره. به خاطر تو شو. به خاطر تو. باز کنین. بشینین. کلتون بشینین. تو هم بشی. حقیقت داره کمال. تو به خاطر او دختر به خانهت برگشتی؟ نه خیر پدری گپ نیست. نباید باور کنین. پسی تصویر چی معنا داره؟ میشه توضیح بدی بچم؟ توضیح میتم. اول بشینین پدر جان. بله با شوهر نهان کار میکنم. با امیر کوزیوغلو. من میفهمیدم که همین قسم میشه. من میفهمیدم.
من نخواستم، قسم میخورم من نخواستم. اما آقا حقی پروژه را آورد پیش روی من، گفتی کار تو از چی میکردم؟ تو هم قبول کردی و رد نکردی. البته که نتانستم، او رئیسم است یا هم وظیفه است. پدر، بله آمدم، اما ما اینجا به خاطر داوطلبی آمدیم. اما در داوطلبی امیر برنده شد. آمر پروژه ترکی هستم از شرکت آقا حقی. چی میکردم؟ چی میگفتم من این وظیفه را انجام نمیدم. اگه فقط به خاطر کار بود پس به ما چرا نگفتی؟ به خاطر همی میفهمیدم این قسم رفتار میکنین. درست است به شما هم حق میتم، چیز نمیگم، اما شما مرا درک کنین. تمام دردار ما تحمل کردیم، تمامش در قلبم است، تمامش زخم شده. بیچاره شدم پدر، بیچاره شدم. شما مرا درک کنین. بچه شیرین، کارت خلاص شد. چرا دیشب نرفتی؟ چرا خواستی اینجا ادامه بدی؟ چرا خواستی که اینجا باشی بچه؟ نرفتم به خاطر. درست است، لازم نیست. ما جواب خدا گرفتم. پدر ببینین قسم میخورم قسمی که فکر میکنین نیست. انشالله که بچه ما به خاطر یک دختر خدا از دست نداده. پدر زنده باشی پدر. در دستایت برکت مادر، بسیار مزه‌دار بود. مهمانی آخر هفته برگزار میشه امیر جان. اگه شما اجازه بدید. او کمال بود چی بود؟ او هم میایه همه تو نیست؟ بله، میخوایم بفهمم که گرفتن قاشق و پنجره یاد داره یا نه. از شما نپرسیدم که میایه یا نه. معلوم دار است که شما هم حتما میخواین. من در آخر هفته با شما بودن نمیتونم. چرا دخترم؟ باید به خاطر سفارشات دبی کار کنم پدر جان. حق به جانب هستی دختر مقبولم. میفهمم کارت زیاد مانده، تو برو جانم. قبل از دیر شدن اگر کارا را انجام بدی خوب میشه. بزرگترین کار این هستم. ما میخوایم خانمم در کنارم باشه. از شما معذرت میخوایم. سفارشات باید منتظر باشن. من منتظر بودن نمیتونم. وظیفه‌ات یا پیوندت؟ با اجازهتان باید تلفن خدا جواب بدم. باز چی گپ؟ چطور است؟ خوش کردی؟ چی را؟ هنوز صوفی ما دست ناوردی؟ وقتی امروز قرار داده و تأخیر انداختی امام خواستم متعجب بسازمت. منتظر باش برات میرسه. آقا امیر، این پاکت به شما آمدم. پدر من ناامید ساختم. قسم طرفم سعی میکرد که من از چشمایش فهمیدم. اعضای خانواده من پریشان شدن. بعد از این چه قسم یک جا زندگی کنیم؟ ها؟ از این بابت متوجه کارهای ما میباشن. بازم منصرف نمیشی.
خوشیای خانواده تا زیر پایت میکنی همه تو نیست؟ بس که لیلا وقتش نیست دیگه. درست است با خانواده تجلیل کردن نتانستی حداقل با ما خود تجلیل کن جانم ها؟ تو حتما کدام نقشه داری؟ نه خیر جانم نقشه ندارم میخوایم پیش ادا برم. چی گفتی ها؟ میخوایی پیشش بریم؟ میریم. اما درباره کار همراهش گپ نمیزنی. مثلا داخل هفته بریم. این گپ در تقسیم اوقاتت یادداشت کن. چی شده؟ کار داری؟ کار دارم اما شام بیکار هستم. آی آلیس پس بشه ادا میریم. وای بسیار خوب. وعده میتی همه تو نیست؟ وعده میتونم اما درباره ساعتش گپ میزنم. درست است. شب خوش. شب بخیر. وعده دادی فراموش نکنی آخر هفته. درست است وعده دادیم. بگو صالح. سلام بیادر چطور هستی؟ خوب هستم. لیلا را رساندم خانه میرم. ها سر وقت زنگ زدیم خیر. به خانه نرو پیش ما بیا. هنوز نرفتی؟ نه خیر درباره یک موضوع مهمم برات گپ میزنم. در ضمن وقتی نمیری پس همیال وقتش رسیده. وقت چی رسیده؟ تو یک بار بیا باز گپ میزنیم. درست است میایم. اما کم طول میکشه. درست است بیا منتظر هستم. درست است. گفته بودی در خانه زنگ نزنم. خوبه سال برات پیام میکنم. بیادرت پیش ما میه. امشب برش میگم بخیر. بله این موضوع رو در پیام برم خبر میدی؟ تو گفته بودی که در خانه که بودم برم زنگ نزن. صالح اوش کنی که به بیادرم چیز نگویی فهمیدی؟ بیشتر از این صبر کردن نمیتونم. لازم نیست. پس آن برم میگه اگه عاشق خواهرم بودی باز چرا مثل مرد استاد شده پیش رویم نگفتی؟ نه خیر نمیشه. امشب این کار ختم میکنم. صالح بلیاز خدا ببین نام خدا را برات قسم دادیم که چیز نگویی. نترس دختر نترس. من بسیار واضح کل چیزا برش میگم فهمیدی؟ همه چیز خوب میشه. تو تشویش نکو. توبه درست است؟ میبوسمت. متوجهت باش. خداحافظ. حالا چی کنم؟ فکر کو زینب. فکر کو لعنت به کار شیطان. بیادر کارخانگی دارم امشب. انگلیسی سما بسیار خوب میفهمم. میخوایم برم پیش از او که امرم کمک کنم. دختر دایی وقت شب کجا میری؟ از خانه بیرون نشو. فقط که دیگه کارخانگی های تا او انجام میده. زیاد است مادر. امشب باید شروع کنم. بریم دختر بریم. ما تو را میرسانم. نه خیر. من خودم میرم. تو زحمت نکش. بس کو دختر دایی وقت شب تنها کجا میری؟ بیا که بریم. کتابچه و قلمت کجاست؟ تو فکر من مخشوش ساختی بیادر. عجله کو. زود باش. آی درست است آمدم. رفیق کجا میری؟
بفرما، حتما میخوای چیزی بگویی؟ بله میگم، از امیر باید دور باشی. اگر برات بسیار بد خواهد شد. فهمیدی که چی میگم؟ اما اوزن جان، من بیگانه نیستم. اگر بودن مرا با امیر قبول کنی احساس بهتر میشه. تو به امیر هیچ ارزشی نداری، فقط از تو استفاده میکنه. بی ارزش، بی شخصیت، بی غرور. او فقط از تو استفاده میکنه. چرا نمیفهمی دختر؟ امیر فقط نهان دوست داره. هیچ کس نمیتونه اونا را جدا بسازه. چی شد؟ فکر میکنی که از نهان جدا شد با تو عروسی میکنه؟ نه خیرتو نمیشه، فقط از تو استفاده میکنه. واقعا متاسف هستم. بس هست بیادر جان، بیا که بریم دیگه. اگر پتولانی نساز بیا که بریم. بس خود دیدم که ما را جدا ساختن میتونی یا نه؟ برو جانم، خداحافظ. طارق بیادر، خداحافظ. خداحافظ جانم. بریم. خلاص شد. خلاص شد؟ چقدر زود خلاص شد؟ کتابچه ما برش دادم، گفت خودم حل میکنم و برات میارم. توبه توبه، شما در آینده با اولادایتونم ایره یاد میتین ها؟ بس کو بیادر، ما و تو مثل کمال دانش نداریم. باید تمام راه ها را بلد باشیم. طرف خود ببین، مثل تو کار خودت انجام میدی. او رئیسی یک کارخانه است، مثل تو خو یک دکان نداره. کمال بیادرم درس خوانده اما خدمت مردم میکنه. بسیار یک بچه خوب است. راست میگی، او کارا را مام انجام داده میتونم. او کارا ساده هست. از پدرم که بپرسی میگه کمال الماس است تو زغال. اما خوب شد که امشب چهره اصلی بچه خود دید. همه تو نیست؟ طارق همیشه مبد هستم. دختر تو چرا مرا کش میکنی؟ دیوانه شدی؟ بیادر، حالا که بیرون شدیم میخوایم که کباب بخورم. چند دقیقه بعد به ساحل میرسیم. چطور کنم بیادر؟ دلم شده دیگه. درست است، بریم. هر چی که است بازم ممی طارق بیادرد. ای گپا درک کردی؟ بریم. بیادر شیرم. چی شده رفیق؟ با پذیرایی مستد هستی؟ نه خیر رفیق، از آمدنت خوش شدم. بیا بشین. تو خوب هستی؟ خوب هستم، بسیار خوب هستم. میخوایم درباره یک موضوع امرایت گپ بزنم. اول برای چای میمانم. چای می نوشینی؟ صبر کن، جایی نری. فهمیدی؟ درست است؟ دختر چرا مرا کش میکنی؟ چی میخوایی ها؟ هایی معذرت میخوایم از تشویش زیاد. تشویش؟ به خاطر چی؟ به خاطر کمال بیادر کل ما پریشان هستیم. تا هنوز تشویش ما رفت نشده. بیا که بریم. نه چایم رسید. خب کمال بیادر، ما و تو بیادر هستیم، همون تو نیست؟ بله. یعنی بهتر از همگی تو مرا میشناسی. نه عادت بد دارم و نه کار خراب میکنم، همون تو نیست؟ دقیقاً. یعنی ما آدم سابق هستم، چیزی تغییر نکده و تغییرم نمیکنه، همون تو نیست؟ البته بیادر جان. یعنی ما آدم سابق هستم، چیزی تغییر نکده، تغییرم نمیکنه، همون تو نیست لاله؟ البته که بیادر هستی. کمال بیادر تو اینجا زینب صدا نکو دختر. آی تو نمیخوایی که ببینی همون تو نیست؟ زینب آی بیادر اینجا چی میکنی؟ خوش آمدی طارق بیادر. بیانه بیشه. نه خیر بیادر، همه قسم راحت هستم، زنده باشی. شما چرا بیرون شدین؟ خواهرم خواست کمی قدم بزنه. خواهر داشتن مسئولیت میخواه، فقط با پول ماندن به جیبش نمیشه. آی چای می نوشین؟
ما میخواستیم کباب بخوریم باز شما را دیدیم. کباب؟ ما به شما هم چای میارم. بیادر چای می نوشینی؟ بیا نه خیر من می نوشم. زنده باشی بیادر. ما می نوشم. چای دعوای آزاد مزه میده. زینب دلم میشه بیادر. من امرایت کمک میکنم سالی جان. سالی چیزو خود نگفتی؟ هنوز نگفتم. خدا را شکر. شکرم میکشی ها؟ چوباش میشنون. سالی من نمیخوایم اقسم بهتر است. یعنی چی؟ منظور چی است؟ پت تو مرا نمیخوای زینب جان؟ طرف ما بیبی سالی اگه چیزی بگویی قسم میخورم که منکر میشم. تو باز در نظرش بد میشی. بیادر بشینی؟ اول کارا و دردای تو را هضم کنم باز میشینم بیادر جان. کاش قبل از گفتن به خانواده از من میپرسیدی. همراه تو مثل بیادر بزرگ به آرامی با هم گپ میزدیم. ما هم در یک زمان مناسب با پدرم میگفتم. یعنی به خاطر دروغ گفتن وقت پیدا نکردی؟ وای با تو بیادر نمونه صداقت ما میتونه دروغ بگویه. ما اینجا فقط به خاطر کار کردن آمدیم. بیادر اینجا پدرم نیست. به کی میگی؟ ما فریب نمیخورم. درست است. پس موضوع را بسته کن. گپ نمیزنیم. گپ نزنیم. بله نمیزنیم. بیبی بیادرم شک میکنه اقسم نمیشه. بیا کس اینجا بریم. گپ نزنیم اما این موضوع قابل فراموش کردن نیست. تو چرا هنوزم پشت خانمای متأهله گرفتی؟ بیادر ما فکر میکردیم بیادر ما درس خونده کار میکنه. به خدا تو کسی هستی که به خاطر یک دختر نه به فکر پدر شدی و نه به فکر مادر. او بیچارام خوش میشن. بچه آمده کمال آمده رئیس شده رئیس شوه. چی فایده داره؟ اول باید آدم شوه آدم. فریب کار است فریب کار. بیادر بس است دیگه. تو در مقابل بیادرت با خبر کمال بیادر. طارق بیادر. کمال درست است. بیادر دیوانه شدین. چی میکنین؟ با بیادر خود چه قسم گپ میزنه احمق. آفرین کمال آفرین به تو. من نمیفهمم که در دو دقیقه چی گپ شد. چیزی نشده. حقیقت برش تلخ تمام شد خواهر. ساله میشه فردا گپ بزنیم. درست است بیادر درست است. عجله ندارم. هر قسم تو میخوای. بیا که بریم زینب. درست است. طرف ما چی سیل داری دختر؟ حرکت کو. کباب نمیخوری در این وقت شب مرا زیادتر عصبانی نساز. من استراحت میکنم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. تو نمیخوابی جانم؟ منتظر اوزان هستم. او که آمد باز میخوابم. اوزان؟ بچم تو را چی شده؟ اوزان تو دیوانه شدی. او را به ما بده. گفتم بده. نخوابه نمه قدر که فرق میکنه. درست است آرام باش. بیدار شوین. شما کلتون خواب هسته. چرا نمیخواین بیدار شوین ها؟ اوزان به خود بیا ساعت تو در خطر مندازی. بس هست. درست است. بعدا امرایت گپ میزنم. بس است دیگه. زیاد ننوش اوزان زیاد ننوش. چی شده؟ چرا قدر به فکر افتادی ها؟ میخوای چی بگویی؟ به خاطر من نترس. میفهمم ما براتان یک بار اضافه هستم. نه خیر. تو نور چشم ماستی. فهمیدی بچم؟ اوزان اگه تو را چیزی شوه من تبا میشم.
خواهش میکنم در حق ظلم نکن لطفا. تو فقط درباره صحت خود فکر کن. من بسیار خوش هستم، خوشبخت هستم. تو واقعا باید خوشبخت هستی؟ بله واقعا خوشبخت هستم. نمیفهمم تو را چه قسم قانع بسازم، اما با گپم باور کن. در هر پیوند جنگ و دعوا پیش میشه، اما همه چیز خوب میشه. اگر بار دیگه ادای خانه پیوند ما و امیر زیر سوال بره، بدون سر و صدا خانه خدا جدا میکنه. نه خیر خواهر. پس نظر به خواست ما کار میکنی اوزان. باید نظر به صحتت پیش بری، فهمیدی؟ تو برام بسیار مهم است. پس اتو نکن. امشب چای ننوشیدی جانم؟ تو را خواب نمیبره چطور؟ خواب کاملا از چشمایت پریده میفهمم. اولاد داشتن همه قسم از فهیمه جان. بله. شبهای زیاد را به خواب سپری کردیم، اما امشب قلبم تپشاش زیاد شده. تشویش نکن، زیاد جدی نگی، هیچ تشویش نکن. بیبی بالاخره 5 سال بعد به کمال ما رسیده. دزم تو نمیگفتی کمال بدون فکر کردن هیچ وقت قدم نمیبرداره جانم؟ شاید فکر کرده باشه ها؟ شاید ما خبر نداریم. ما به خاطر همی درد میکشم. ما بچه ما یک قسم تربیه نکردیم. تو با او انسانا چی کار داری؟ اگر در را دیدی سرت خم پرتو برو. نباید همراه او قسم انسانا سر کار داشته باشیم، اما هنوزم بودن در کنار او زیر پای ساختن ما از خانم. تمام احترام در مقابل خانواده ما فراموش کرده، تمام گذشته را از یاد برده. نگو حسین جان. بیبی نو به بچه ما رسیدیم جانم، قربان چوم در خانه جنجال جور نکن. بیبی او 5 سال بعد دوباره به خانه آمده. ای که در مقابل چشمای ماست، از ما جدا نیست. خفستی؟ او را نمیخوایی؟ او را بخوای و همراش گپ بزن اما لطفاً از او روی نگردان. شب بخیر. اینجا چی میکنین مادر؟ شب بخیر بچه. شما درای یک دیگه تا ندیدین؟ بله، در ساحل. بریم داخل بریم که من براتان چای تازه دم کنم. بیاین حالا. ما همراه پدرم در باغچه چای می نوشم. تو باش، بشی. کمال، ما همیشه فکر میکردم بچه ها مثل پدرشان هستن. ما خودم مثل پدر خود سلمان شدم. گفتم شاید بچه های مام مثل ما شون. طارق شد، سلمان شد، اما خداوند شاهد است که حتی یک روز نخواستم تو مثل ما شوی بچه. به خاطر که تو از اول متفاوت بودی. کمال درس بخونه،
آدم بزرگ شوه. میگفتم او میتونه. میگفتم او نباید در دکان سلمونی پیر شوه. روز رسید که بزرگ شدی و همیشه به ما افتخار بخشیدی، اما از یک لحاظ به ما هیچ خوبی نکردی. شما چی میگین پدر؟ به خاطر که همیشه انتظار بهترین آرزو داشتم. وقتی تو موفق شدی گفتم کمال میتونه، کمال ما را پریشان نمیسازه، گفتم کمال اشتباه نمیکنه. از او خاطر امشب صحت ما خراب شد. کمال ما ای کارا را نمیکرد. پدر، من کار نمیکنم که سر شما را خم بسازم پدر. او انسانا با غرور تو بازی کردن، قلبت پارچه پارچه ساختن، از زادگاه تو را دور ساختن، از خانواده جدا ساختن، ما را جدا ساختن، مادر و پدر از اولادش دور ساختن، قصد جان ما کردن. دروغ میگم بچیم، تمام گفتایم حقیقت داره. اگه حقیقت نیست بگو. نه خیر پدر، کاملا حقیقت است. اما ما اشتباه نکردم پدر، ما فقط به خانه خود برنگشتیم، بلکه دوباره اینجا برگشتیم. فکر میکردم هیچ وقت برگشتن نمیتونم، فکر میکردم هیچ وقت از بیرون شدن نمیتونم، اما شدم. میفهمین به خاطر چی بیرون شدم؟ به خاطر که بچه شما بودم. شما تشویش نکنید، سر من بلند است. من از هیچ کس نمیترسم، از اونا نمیترسم، اونا از من بترسن. من زندگی کردن بدون ترس یاد دارم، به خاطر که بچه شما هستم. شما همه چیز برام یاد دادین. راست میگی، یاد دادیم. البته رستگاری و نترسیدن از شما برام یاد دادین. شما هم نترسین. نهان کز جغلو هیچ چیز نمیشه. او انتخاب خود کرده. امیر کز جغلو رو انتخاب کرد. همه چیز خلاص شد. انشالله قسمه که میگی همه تو باشه بچه. انشالله.
تو کی هستی؟ با ما آوردی؟ چه قسم بگیرم؟ یک لحظه صبر کن. با ما بده گرفتم. بسیار تشکر. دیوانا تو اینجا چی میکنی؟ پشتتون دق شده بودم. تا این وقت؟ بله. چشمای تا در خوابای من فراموش کردی. هر وقت تو رو در خواب میبینم از اون خاطر. پرنده را که از هر جایی رها کنی پیش من میآید. اما یک چیز برات بگویم، راههای ساده به خاطر خبر گرفتن وجود داره. مثلا زنگ زدن. همراه تو راههای ساده را فراموش کردم. ذهن متفاوت کار میکنم. فکر میکنم امرای ساله زیاد نوشیدی. به خاطر که پیشتون میامدم. حالا که زیاد نوشیدی بیا همراه خانواده معرفی شو که این کارم خلاص شوه. این کارم کردن نمیتونم. چرا نمیتونی؟ در جایی که از دروازه داخل شدن نتونم، از کلکین داخل نمیشم. اما او روزا میرسه. اگه پرنده شوم شاید امکان داشته باشه. تو بالای ما باور نداری؟ باور داشته باش. تو با پاهای خود داخل این خانه خود شدی. اگه تو بگویی البته که باور میکنم. اونجا کی هست؟ پاچو کجا بری؟ آقا مصطفی؟ خانم نیهان؟ کدام مشکل پیش شده؟ نه خیر خانم، یک صدا را شنیدم. اما همه تو بیرون آمده بودم که قدم بزنم. یعنی کدام مشکل وجود نداره. کاملا آرامی برقرار است آقا. پس شب بخیر. شب بخیر. کمال کجاستی؟ کمال میبینم به عشق پنهانی عادت کردی کمال جان. از دست تو مرا عادت دادی جانم. عادت ما ترک کردن نمیتونم. بفرما لیلا. هنوزم در مقابل آینه هستی؟ تصویری زنگ زدی؟ از صدایت فهمیدم. بس از همه قدر آرایش کافیست. هر چی زودتر بیا که همراهت کار دارم. درست از 4 بجه پیش تو میایم. یک جا به کشتی میریم. نخیر لازم نیست. من وقت بیرون میباشم. همی که تو در سر وقتم اونجا باشی برای من کافیست. درست است. کمال بفرما.
لطفا تسلیم خشمت نشو. به صدای قلبت یک بار گوش کن. خداحافظ. خداحافظ. بچه تو میری؟ بله مادر جان. خداحافظ مادر. بخیر بری یک دونه. آسو فعلا عجله دارم، میشه برات بعداً زنگ بزنم؟ خیرت از کجا میری؟ به خانه کز جغلو دعوت هستم. پس به صفت شریکت مامم رایت میرم. آسو تو از کجا شدی؟ قسم سل نکو. اگه خبر میداشتی باز متعجب نمیشدی. واقعا زیاد متعجب شدم. خوش آمدی. خوش باشی. اگه دروغم باشه خدا خوش بگی. خوش باش جانه. خواهش میکنم جانم، البته که خوش شدیم، چرا خوش نباشم؟ خب چی وقت برمیگردی؟ مسعود یا عاشق بیبی ده کلمه سوم میخواد تاریخ رفتنم بفهمه. خواهش میکنم جانم، یعنی سر چشمایم جای داری همیشه. پس ماما تو فکر کردم ایره بیاد داشته باش، هر جایی که تو باشی مام همراهت میباشم. یک جا میریم یک جا میاییم. میایم. نه خیر، امرای ما برو نهان جان. مادرم گفت بیرون نیا، فهمیدی؟ بریم. کمال سویدره. اینجا بسیار زیبا زنبته نیست کمال؟ هیچ چیز به زیبایی تو نمیرسه جانم. باندگم مبالغه نکن. مثل تو شیرین زبانم تا کجا پیدا میشه؟ شاهزاده با شخص دوم تشریف آورد. سلام به همه. آقا کمال امروز واقعا ما را متعجب ساختین. معرفی میکنم، آسو آلا جان به صفت مهمان نه، به صفت شریک من اینجا آمده. امیر کوزجی اغلو. خوش شدم. شما چی آقای حقی میشین؟ برادر زادیش هستم. بسیار زیاد خوش آمدین. آقا کمال خوش آمدین. خوش باشین، چطور هستین؟ خوب هستم. ویلدان سیزن. همه گیره از شیریشان مشناسم. اوزان. من هستم. نهان.
یاسمین از دیدنتان خوش شدم. خوش آمدین. اگه پذیرایی خلاص شده باشد داخل بره. البته. ببین منتظر نمانده که دگره به خود پیدا کرده نهان. شریکش است. نمیخوای پیشان بری؟ نه خیر، به خاطر کمال ممنوع است، چون صاحب میندار است. اگه مین قلبت منفجر شد کجا فرار کنم؟ تو چی میگی دختر؟ مذاق کردم دیگه. توبه خدایا. کاش کاکایتان زودتر درک میکرد که دور ساختن شما اشتباه بوده. کاکایم بین ما انتخاب نمیکنه. کمال همیشه بهترین است. استاد ما است. بودن اینا در کنار ما و تمام ما کافی است. در اصل شما بهترین هستین آسو. تعریف بی جای. برات چیزی بیارم؟ نه خیر، خودم میگیرم. شما را تقدیر میکنم. کوتاه‌ترین راه را به خاطر مقام شرکت پیدا کردین آقا کمال. شما از دیدن اطرافیان خود خسته نشدین آقا امیر؟ این مفکوره را از بین ببرید. شاید به اندازه‌ای که میترسین نیستم. کم جسور باش، امتحان کن. تو اوزان نیستی، هرچی بخوای انجام میتونی بدی. میبینم که همگی با جرأت شدن. ما این گپا را فراموش نمیکنم، در حافظه خود ذخیره میکنم. بسیار زیاد تشکر. شما هم در زنگلداک زندگی میکنین؟ 5 سال پیش در لندن بودم. دانشگاه خلاص شد، دوباره برگشت. دیگه نرفتم، دوباره رفتن نتونستم. به خاطر بودن حتما کدام دلیل داشتین؟ البته. فکر میکردم فقط با هم شریک هستیم. او شریک من، دوست من، همراز من، او همه چیزم است. در جایی که او نباشه خدا بیگانه فکر میکنم. اما به خاطر درک کردن گپایم اول باید کمال بشناسیم. به خاطر میزبانی خوبتان خواستم تشکر کنم. بفرمایید. بسیار زیاد تشکر. از تو مردا زیاد خوشم میآید. افسانه ایره داخل ببر. باش یک بار ببینیم که چی است. توفه از خانم نهان است. به صفت صاحب خانه. حالا بیشتر کنجکاو شدم. بسیار زیاد تشکر. بسیار مهربان هستین. چطور است؟ تو یک رسام عالی هستی. راست میگی؟ تو متوجه شدی؟ بسیار زیبا رسم کردی. از اولین رسامیت است. باید زودتر متوجه می شدین. از اولین رسامیایتان بودم تو نیست؟ البته. خبر نداشتم. راستش نیهانی را سالهای پیش به بنیاد خیریه بخشیده بود. ما هم همون وقتی را خریده بودم. فعلا وقتش نیست. از او وقت تا بالا پیشتان نگاه کردین؟ اولین کار فراموش نمیشه. از این خاطر من خواستم که به دیوار خانه شما نصب شود.
باریک بین هستین. راستش از شما انتظار نداشتم. پیشگیری های شما همیشه مرا یک قدم جلوتر قرار میده آقا امیر. بسیار خوب. شما رقیب خوب بودن میتونید. با اجازه تا زود میایم. من شما را راهنمایی میکنم. هیچ لازم نیست، خودش پیدا کرده میتونه. تو مطمئن هستی که به فکر او آدم نیستی؟ گپ ناق نزن. میفهمم بخیلی میکنی. یاسمین، تو امروز زیاد کار داشتی که باید انجام بدی. نباید سرت نوقت شد. میخوای من از اینجا بیرون کنی؟ نه خیر، چون به خاطر من لازم نیست اینجا باشی. بالا دست چپ آقا. چرا دروغ گفتی؟ نهان رسامیای خدا نگهداری میکنن. لطفاً چپ باش. چی شده ولدان؟ بیبی وعدمتون بعد از مهمانی همه چیزا میگم. اگه به جای شما می بودم برای دیدن زیبایی در مقابل آینه استاد می شدم. اگه زیبا می بودم البته استاد می شدم. به خاطر که از چشم ما نمی بینین قسم میگین. کارت چی معنی داشت؟ میخوای همراه من کدام بازی جدید شروع کنی؟ از ندیدن تو سالها گذشت. خواستم تحفه عروسی تا برات بدم. از من چی میخوایی کمال؟ کار درست انجام دادم. لازم نیست موضوع را بزرگ بسازی. هر رسام میخوای اولین کارش پیش خودش باشه. حالا مطمئن هستم که تو فقط به خاطر انتقام گرفتن دوباره به این شهر آمدی. به خاطر که تو را از زندگی خود بیرون کردی آمدی. با اجازه تان. وقتی مرا از زندگی بیرون کردی پس برو کمال، برو در مقابل من نیا، از من دور باش. تو پشت مرا گرفتی نه؟ به خاطر بودن در نزدیک من میتپی و او خانمان دوست دخترت نیست، فقط به خاطر درد دادن به من آوردیش. نهان در اتاقش هست. نمیفهمم آقا. هنوزم دوستم داری. بسیار زیاد. زندگی بدون تو به من بی ارزش است نهان. میخواستی امیر بشنوی؟ کمال را که تو میخوایی 5 سال پیش از بین رفته نهان. همه چیز با او از بین رفت. چیز برای گفتن دیگه نمانده. نهان اینجا چی میکنی؟ با گرفتن موبایلم آمده بودم که با آقا کمال مقابل شدم و به خاطر تحفه‌شون ازش تشکر کردم. دوباره خواهش میکنم.
مهمانا منتظر هستند. اگه میفهمیدم به این اندازه خوش میشی باز تمام رسمایت خریداری میکردم. چی فایده تو خور اسامش دخانت عبس کردی؟ چی شده سالی؟ دیگه چی شوه؟ صبح تا حال منتظر زنگت بودم اما نزدی. اجازه ندادی امروی بیادرت گپ بزنم. تو چی میخوایی؟ نه که کدام چیز را از من پوت میکنی دختر؟ نه خیر سالی، تو میخوایی چی بگویی؟ چی بفهمم؟ دیشب رفتار تعجیب بود. هزار قسم فکر در کلیم گشت. لطفاً این گپا رو نزن. بیادرم نوا آمده، هزار تا مشکل شخصی داره، نباید به خاطر ما جگرخون شود. دازم چرا عجله داری؟ قبل از ختم درس من هیچ کار کرده نمیتونم. همین که نامزد شویم سعی است. نمیشه، میخوایم امیره بگویم. زیاد عجله نکن سالی جان. اگه مشکل تو امی است من قبول دارم جانم. درست است، من قطع میکنم، عجله دارم، پس آن برات صبر کو کجا میره دختر؟ خانه سما. قبل از قطع کردن بگو دوستم داری یا نداری؟ بس کو دیگه سالی. دوست نداری؟ درست است، شب از خاطرت پایلوچ میخوابم. مرا دیوانه نساز. دوست دارم. بفرمایین. سلام. به دیدن خانم نهان آمدیم. در کارگاه خود نبودن، داخل هستن. شما کی هستین؟ دوستش هستم. محفل دارن؟ بله، یک لحظه صبر کنیم ما زنگ میزنیم. نه خیر زنگ نزنی، نمیخوایم مزاحمت کنم. بعد از ختم محفل ایره برش بتین، امانت است. دی چی است؟ بعضی اوراق مهم است دیگه چیز نیست. ازم خبر دارن، برشون گفتیم حتما برشون برسونی، بسیار مهم است. اگه نی دوچاره مشکل میشی، فهمیدی؟ بفرمایین لطفاً. البته. برو گله. شفا باشه، مریض هستین؟ بله، کم سرما خوردیم. از داخل طرف بیرون میرین. روش کهنه است. از شما انتظار بهتر داشتم. فکر میکنم این از سو است. بعد از غذا بریم؟ زود نیست؟ یا کاری کردیم که باعث خفگی شما شده؟ برعکس، همه چیز بسیار عالی است. مهارت منو دیده میگیرین؟ برعکس، با دقت متوجه شما هستم. بالایتان باور کنم؟ باور نکنید. در دنیای کار فقط بالای قراردادها باور کردن میتونه. دروغ میگم؟ شما بهتر میفهمید که پول و قدرت میتونه هر کار با انسان انجام بده. ما همیشه در وقت مناسب وار میکنم. از موقع خوب استفاده میکنی تا طرف مقابلت کدام چانس نداشته باشه. این کامیابیت نشان میده. بازم با زبان مخصوص خود گپ میزنن. حداقل خودشان خوب میفهمن. اگر از شما اجازه بخوایم به احترامی خود نمیشه، همتون نیست؟ چرا زندگیم؟ خدا خوب حس نمیکنم، کمه میدیم درد میکنم. شفا باشه.
میخوای امراض بیایم دخترم؟ نه خیر خدا، به زحمت نسازین. اشتهای خوب. صبح میگفت که سرم درد میکنه. خانواده منتظر خبرهای خوش هستن امیر. تو قبلا به او خانواده معرفی بودی؟ چرا پرسیدی؟ کنجکاو شدم. چرا؟ بسیار خودم ناراحت حس میکردم از او خاطر. به خاطر امیر کوز جغلوس نه. نیهان؟ به کارگاه میرم. شاید نه وقت بیایم. ما میرم. کار دارم 1 تا نیم. همه چیز خوب است نه؟ بله. خانم نیهان؟ چی شده؟ ای به خانم نیهان آمده. درست است به ما بده. نهان جان از امیال بسیار زیاد تشکر. از برکت تو یک مدل عالی میشم. میبوسمت زینب. زینب روز خوبی نبود؟ هرچی عاجل با بندر بریم مسعود. اگه کشتی را از دست بتم لیلا مرا میکشه. بله؟ به بندر میایی همه تو نیست؟ درست است جانم. با امید دیدار.